سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیو جدید از چنل من. داخل این ویدیو قراره آموزش وصل کردن اکانت به لینک سه جیمیل رو بهتون آموزش بدیم که میتونه اکانت شما رو چندین برابر امنیتش رو بیشتر کنه. اگر از ویدیو من خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، لطفا چنل من رو ساب کنید و زنگوله کنارش بزنید که از آموزش های بعدی جا نمونید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. دوستان، اول شما وارد تنظیمات اکانتتون میشین. داخل تنظیمات گزینه سوم لینک جیمیل رو انتخاب میکنید. اینجا شما ببخشید من ذره بیارم عقب‌تر. اینجا شما داخل گزینه اول باید جیمیلی که میخواین روی این اکانت لینک بشه رو انتخاب میکنید. این دوتا گزینه کناری پسوردشه. تو باید داخل گزینه اولی پسوردتو وارد کنید، بعد داخل گزینه دومی جای خالی پایینیش همون پسوردی که بالا انتخاب کرده بودی رو این پایین هم دوباره بنویسید. بعد از انجام این کارا اینجا یه کدی از شما میخواد. کد رو میفرسته واسه جیمیلتون و اینجا شما روی این گزینه آبی رنگ میزنید و وارد همچین صفحه میشید برای راستی آزمایی که شما ربات نباشید. و راستی آزمایی رو که انجام دادین وارد برنامه جیمیلتون میشین و اون کدی رو که خواسته بود از شما برمیدارید. الان کد من 60683 بود. اینجا من داخل جاخالی پایین جیمیل این کد رو وارد میکنم و اینجا میبینیم که من دوتا رمز با هم همخوانی نداره و رمزها رو دوباره عوض میکنم. یک رمز جدید واسش میذارم و پایین رو هم عوض میکنم. باید همخوانی داشته باشه با هم. اوکی میزنم و جیمیل اوکی شد. الان اکانت من به لینک 3 وصل شده. شما باید بمونید 10 ثانیه بعد لوگاین رو که بزنین باید از طریق جیمیل یا از طریق لینک 3 وارد اکانتتون بشید. اینجا من از اکانت زدم بیرون کامل و روی این گزینه اینجا ضربه میزنید و بالا جاخالی بالا اول باید جیمیلتون رو وارد کنید. بعد داخل جاخالی پایینی باید رمز جیمیل، رمزی که برای لینک 3 قرار دادین رو اونجا وارد کنید. بله، اینجا منم رمزی که گذاشته بودم رو وارد کردم و اینجا وارد همچین صفحه‌ای میشیم. یه توضیح مختصر بهتون بدم در مورد این شکلک ها. داخل این صفحه 3 تا شکلک از شما میخواد که به ردیف باید اونا رو انتخاب بکنید. از شماره 1 2 3 باید اینا رو انتخاب بکنید و بعد از انتخاب اینها نگاه الان 1 2 3 4 5 6 تا شکلک داخل تصویر زیره. تو باید از چپ به راست 1 2 3 انتخاب بکنی. اگر اشتباه انتخاب بکنی دوباره یه صفحه دیگه برات باز میشه، یه شکلک جدید برات میاد و اینجا ما از طریق لینک 3 به اکانتمون وارد شدیم. بله دوستان، اینجوری وارد اکانت شدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو فعال کنید که از ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بعدی جا نمونید. یه نکته دیگه، داخل هر ویدیو من یک دونه ردیم کد 363 قرار میدم و بین لایک ها و کامنت های هر ویدیو 200,000 تومان پول نقد جایزه میدم. پس تو لایک کن، کامنت بذار، شاید برنده بعدی تو باشی. تا ویدیوی بعدی، یا حق.